دوستان سلام. آخه بنده موشکاف به این ولی فقیه بوغلمون صفت چی بگم؟ نه جدی چی بگم؟ ولی فقیه نگو، چرخ و فلک بگو، دائم در حال چرخش مداریه. یادتونه همین پریروز چطوری قربون صدقه ظریف میرفت؟ حالا ببینید این بار تو جمع دلواپسا چه روزه‌ای خونده. یکی از کارهای آمریکایی ها در این سالهای آخر این است که کسانی رو وادار کنند به بزک کردن چهره آمریکا، به اینکه اینجور وانمود بکنن که آمریکایی‌ها نه دیگه، اگرم یک روزی دشمن بودن امروز دیگه دشمنی نمی‌کنن. اونایی که میخوان چهره آمریکا رو بزک کنن کیان؟ نکنه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تو میگی؟ شایدم منظورت رئیس جمهور نظامه، شایدم ظریف الممالک رو میگی که خیلی هم متدینه. خب بالاخره بسیجی ها کدوم حرف تو باور کنن؟ روزه زهرآلود پریشب تو یا این تیغ کشیات واسه باند کوسه رو؟ رهبر انقلاب مقطع کنونی را دوره تثبیت عزت ملت و ترسیم نقشه پیشرفت ایرانیان دانستند و هوشیاری، آگاهی و بصیرت عمومی به ویژه جوانان را در این مقطع بسیار مهم خواند. اینطور که پیداست بعد از عقب نشینی عظما تو فک جنبونی قبلیش، دلواپسای داخلی و منطقیش اساسی رم کردن و افتادن به پت. به خاطر همینم سیدعلی مجبور شده دوباره بیاد وسط معرکه و یه فوتی تو زغال منقلش بکنه. اما از اونجایی که زهر خورده و تعادل نداره، تو همین روزخونی هم نمیتونه زیاد فیلم بازی کنه و بند آب میده. در سیاست گذاری، اجرا، تلاش و تحرک، اولویت بندی مسائل و زمینه‌های دیگر ضعف‌هایی داریم که دشمن در موارد بسیاری از آنها استفاده کرده است. تو که گفتی دوره تثبیت و عزت و حشمت و این حرفاست، پس دیگه ضعف و استفاده دشمن و اینا چیه؟ اما دوستان، اینایی که تا اینجا شنیدید همش کوبیدن به میخ بود. حالا نعل‌کوبی عظما رو داشته باشید. حضرت آیت الله خامنه‌ای تاکید کردند نباید دشمن را با کسانی که با آنها اختلاف نظر داریم اشتباه بگیریم. انتقاد مایه پیشرفت است و جامعه نیز آزاد و دارای حق انتقاد است. اما نباید این حرف تاریخی امام را از یاد ببریم که مکرر می‌فرمود هر چه فریاد دارید سر آمریکا بکشید. بفرمایید. اینم سیاست بالانس، اونم از نوع ولاییش. جماعت جام زهری رو اونطوری میکوبه، بعد اینطوری به دلواپسا قول میزنه. آخوند مفلوک خودشم نمیدونه چه غلطی میخواد بکنه، فقط دور خودش میچرخه مثل کشتی بیلنگر، کج میشه و مج میشه. این ناخدای عمامه دار با این کشتی شکستش هیچ سرنوشتی جز غرق شدن نداره. اینو از موشکاف داشته باشید.